آواز سیمرغ بخش نخست درآمد. ز ما باد بر جان آن کس درود که داد و خرد باشدش تار و پود. شاهنامه شاهکاری است در بیش از 50,000 بیت. سرایش آن نزدیک 30 سال به درازا کشید و در 3 بخش است: اسطوره، حماسه و تاریخ. بخش نخست شاهنامه اسطوره است و درباره آفرینش جهان، پیدایش شهرگانی یا تمدن و پیدایش ایران است. بخش دوم بخش حماسی یا پهلوانی شاهنامه است و در حقیقت داستان خاندان رستم است. بخش سوم بخش تاریخی شاهنامه است که از اسکندر تا تازیان رو در بر میگیرد. در زمان فردوسی قالب‌ها و یا الگوهای گوناگونی برای نوشتن کتاب بوده است. یکی از این قالب‌ها یا الگوهای دینی بوده، مانند تاریخ طبری که از خلقت تا سال 293 رو در بر میگیرد، یا حمزه اصفهانی یا تاریخ یعقوبی که همه نزدیک زمان فردوسی بودند. قالب یا الگوی دیگر یونانی بوده است، برای نمونه بیرونی که کیانیان رو همان هخامنشیان می‌داند. اما فردوسی الگوی ویژه خودش رو ساخته و به شدت از الگوی خداینامه‌های روزگار ساسانی برداشت کرده است و به همین روی در شاهنامه فردوسی مادها و هخامنشی‌ها نیستند. برخی بر این باورند که همان کیانیان و پیشدادیان هستند. آغاز شاهنامه به نام خداوند جان و خرد است. این چند واژه امضای فردوسی، بیانیه فردوسی است در ستایش صاحبان و دارایان جان و خرد. اما پیدایش گیتی که نخستین بخش اسطوره شاهنامه است در شاهنامه چگونه است؟ نخست باید بدانیم که یک هیئت بطلمیوسی بوده است، یک هیئت زمین مرکز، زمین محور، و بر این باور بوده است که زمین ایستاده است در میانه هستی و خورشید بر دور زمین می‌گردد. تا زمان کوپرنیک کسانی البته مانند خیام و اینها اشاره کردند به این که این درست نیست، ولی تمام آیین‌ها و ادیان ابراهیمی به شدت تحت تأثیر این هیئت بطلمیوسی بودند. در ایران باستان داستان به گونه دیگری بود. در افسانه‌های ایرانی زندگانی جهان 12,000 سال است و در جهان به صورت 3 بخشی است. در بخش بالایی یا بخش زبرین جایگاه اهوراست، جایگاه نور است، جایگاه بیمرگی است، و در بخش زیرین جایگاه تاریکی است، جایگاه اهریمن است و جایگاه دروغ است، و بخش میانی یا تهیا برای این است که نور و تاریکی در هم نیامیزند. و اما سرانجام روزی اهریمن به آفریده های اهورامزدا که نخستین گاو است و نخستین گیاه است که ریواس است و نخستین انسان است که کیومرث است، اهریمن بر آنها میتازد و کیومرث رو میکشد، گیاه رو میسوزاند و گاو رو از میان بر میدارد. اما از خون کیومرث بر زمین آفریده هایی به وجود میان که گیاهی سبز میشود و از درون این گیاه نخستین زن و مرد یا همان آدم و حوا
به نام مشی و مشیانه یا محلی و محلیانه، همسر و همتراز و همبالا می رویند. این یکی از یگانه اسطوره های جهانی است در برابری آفرینش زن و مرد. این بنیادی ایرانی دارد. شاهنامه در قسمت آفرینش از آن هیئت بطلمیوسی یا آنچه در کتاب‌های مقدس ادیان ابراهیمی آمده بهره نگرفته است، از فرهنگ ایران باستان بهره برده است. در اسطوره آفرینش در شاهنامه یک بار ایزد از ناچیز چیز می آفریند و دیگر هرچه پدید می آید پدید می آید، خودش می روید، خودش می بالد، کسی اون رو نمی آفریند. برای همین همه افعال یا کارواژه هایی که در این بخش شاهنامه در بخش آفرینش هستند فاعل یا کنا ندارند. پدید آمد، شد، بالید، یعنی همه چیز می روید، کوه می روید، دشت و باغ می روید. همه این کارهایی که در اسطوره‌های بسیاری از کشورهای دیگر جهان کار خدایان بوده است، در شاهنامه کار شاهان و کار انسان هاست. در شاهنامه جهان از 4 آخشیج آب، باد، خاک و آتش پدید می آید. بعد آفتاب است، بعد ماه است و بعد مردمند و بخش 5 خرد است و در ستایش خرد است. همه کارهای دیگر به دست انسان هاست. در اینجا و پیش از ورود به کهن الگوهای شاهنامه باید به این آرکیتایپ ها یا کهن الگوها در اسطوره اشاره‌ای بکنم. افراد بشر شهرگانی های گوناگونی که پیرامون جهان به وجود آوردند بدون اینکه حتی با همدیگر پیوندی داشته باشند اسطوره های مشترکی آفریدند که به اینها میگویند کهن الگو یا آرکیتایپ. چند نمونه بگویم. انسان نمیخواست است بمیرد. پهلوانان نباید بمیرند به زودی. پس همه پهلوانان رویین تن میشوند. رویین تن شدن یک کهن الگوست. برای نمونه اکیلوس یا آخیلوس وقتی که مادرش رو در یک رود فرو میبرد رویین تن میشود، اما چون مادر پاشنه پای او رو میگیرد پاشنه پای او اون آب بهش نمیرسد و سرانجام در جنگ‌های تروی پاریس با تیر به پاشنه پای او میکوبد و او رو میکشد. یا زیگفرید وقتی در رودخانه آبتنی میکند برگ درختی روی پشتش میافتد و رویین تن نمیشود آن نقطه و آن نقطه ضعف اوست و او همین گونه کشته میشود. یا سامسون این نقطه ضعف در موهای سرش هست. خب در شاهنامه فردوسی هم ما اسفندیار رو داریم که رویین تن است، اما او نقطه ضعفش در چشمانش است، زیرا هنگامی که در آب فرو رفته یا در خون اژدها فرو بردنش از ترس چشمانش رو بسته. یعنی این که مرگ او در چشمان اوست، مرگ او در ترس اوست، مرگ در چشمان او تخم گذاشته است. کهن الگوی دیگری که داریم برای نمونه پرواز است. خب همه ما داستان ایکاروس رو میشناسیم که پرواز میکند، اینقدر بالا میرود تا مومهایی که بال رو به بدنش چسبانده بر اثر خورشید آب میشه و میفته پایین. یا در ادبیات و اسطوره‌های سامی داستان نمرود رو داریم که به آسمان پرواز میکند. در شاهنامه هم 2 نمونه نخستین پرواز انسانی هست. یکی در داستان کاووس است و یکی در داستان جمشید و میدانیم که جمشید رو دیوها بر می‌دارند به آسمان میبرند و همان روز رو ما نوروز میگوییم و کاووس نیز تختی میسازد و بر 4 گوشه تخت 4 نیزه میزند و بر نیزه ها گوشت میگذارد و 4 عقاب گرسنه رو به 4 گوشه تخت میبندد و اینها او رو بر می‌دارند و به آسمان میبرند.
یا نمونه دیگری از کهن الگوها آتش است. آتش تمدن و شهرگانی بشر رو زیر و رو کرد. از همین روی در تمام شهرگانی های جهان یک اسطوره درباره آتش است. برای نمونه در اساطیر یونان اسطوره پرومته رو داریم. پرومته فرزند زئوس است، خدازاده است و پدرش نمیخواهد که بشر دسترسی به آتش داشته باشد، اما او میخواهد آتش رو به انسانها برساند و از طریق آتش هنرها رو به انسانها بدهد. میرود آتش رو میدزدد و به بشر میدهد و برای همین کاری که کرده او رو در کوههای قفقاز به زنجیر میکشند و عقابی رو وامی دارند تا هر روز جگر او رو سوراخ کند. این تاوان دانا شدن و بینا شدن بشر است. خب اسطوره یا داستان آتش در شاهنامه به هوشنگ نسبت داده شده و کاری انسانی و به خدایان پیوندی ندارد. شکار می رود، سنگی می اندازد که ماری رو بکشد، سنگ بر سنگ دیگری می خورد و جرقه‌ای برمی خیزد و در هیزم می افتد و آتش روشن می شود. ما کهن الگوهای بسیاری داریم، مانند جام جهان نما، مانند وجود پرندگان و جانوران اساطیری مانند عقاب‌ها و اسب‌ها در اسطوره‌های کشورهای مختلف، سفر و هفت خوان‌های پهلوان. اینها گوشه‌هایی از این کهن الگوهاست. اما داستان آفرینش در شاهنامه و پیدایش شهرگانی پس از آن در شاهنامه داستان بسیار دلکشی است که در جستار دیگر به آن خواهیم پرداخت. سبز باشید.